سلام دوستان، وقتتون بخیر. این بار با قصه زیبایی دیگه به نام مرغ سعادت در خدمت شما هستم. دعوتتون میکنم که این قصه رو با هم بشنویم. خارکنی بود که یک زن داشت و 2 پسر، یکی به اسم سعد و دیگری به اسم سعید. این خارکن صبح به صبح به صحرا میرفت، خار میکند و عصر خارها را به شهر میبرد و آنها را میفروخت و از این طریق زندگیش را میگذراند. از بد روزگار زن خارکن مرد و خارکن بعد از مدتی زن دیگری گرفت. یک روز خارکن بار خارش را فروخت و راه افتاد در بازار که برای بچه‌هایش خوراکی بخرد. در راه به مرد فقیری رسید و به قدری دلش به حال او سوخت که همه پولش را داد به او و خودش دست خالی به خانه برگشت. زن همین که شوهرش را دید که چیزی با خودش نیاورده، سگرمه‌هایش را در هم کرد و گفت مگر امروز کار نکرده ای؟ مرد گفت چرا؟ زن پرسید پس چرا دستت خالی است؟ چرا دست خالی به خانه آمده ای؟ مرد جواب داد داشتم میرفتم خورد و خوراک برایتان بخرم که رسیدم به مرد فقیری و هرچه داشتم را به او بخشیدم. زن گفت کار خوبی نکردی، نان شبمان را بخشیدی. و پا شد رفت و از بالای طاقچه تکه نان خشک شده آورد، گرد و خاکش را گرفت و با هم خوردند. روز بعد خارکن 2 برابر روزهای قبل خار کند، نصفشان را گذاشت توی غار و بقیه را برد و فروخت و خوشحال بود که فردا زحمت خار کندن ندارد. فردا صبح وقتی رفت سر وقت خارها دید که همه خارها سوزانده شدند و روی خاکستر آن مرغ قشنگی نشسته. خارکن مرغ را گرفت و به خانه برد، برایش جای گرم و نرمی درست کرد و از او نگهداری کرد. 1-2 روز از این ماجرا گذشت. زن خارکن دید لانه مرغ روشن شده. با تعجب جلو رفت و خوب که نگاه کرد فهمید مرغشان تخم طلا گذاشته و تخمش توی تاریکی مثل چراغی می درخشد. زن خوشحال شد و تخم طلا را برداشت و داد به خارکن. خارکن تا چشمش به تخم طلا افتاد نزدیک بود از خوشحالی پر در بیاورد. فوری آن را برداشت و به بازار برد و به زرگری که اسمش شمعون بود داد. شمعون تخم طلا را خوب بررسی کرد. بعد 100 تومان داد به خارکن و آن را به بهای 100 تومان خرید. خارکن با جیب پر راه افتاد توی بازار، هرچه لازم داشتند خرید و به خانه برگشت. 2 روز که گذشت باز هم مرغ یک تخم طلای دیگر گذاشت. خارکن به زنش گفت از قرار معلوم این مرغ همیشه تخم طلا می‌گذارد و صحبت 1-2 تا نیست و دیگر مجبور نیستم هر روز به صحرا برم و برای چندرغاز جان بکنم و عرق بریزم. زن گفت تا حالا آنقدر زحمت کشیده ای که برای 7 پشتت بس است. خدا خواسته از این به بعد بنشینی یک گوشه برای خودت استراحت کنی و هر وقت هم محتاج شدی یکی از تخم‌های طلا را به بازار ببری و بفروشی و هر چه دلت خواست بخری. مدتی که گذشت خارکن باز محتاج پول شد و یک تخم طلای دیگر را برداشت و رفت پیش شمعون. شمعون تعجب کرد که این مرد این تخم‌های طلا را از کجا می آورد. پرسید عمو جان اینها را از کجا می آوری؟ خارکن جواب داد مرغش را در بیابان توی فلان غار پیدا کردم، او برایم تخم طلا می گذارد. شمعون گفت چه مرغی است؟ چه شکلی است؟ خارکن نشانی‌های مرغ را بی کم و زیاد به شمعون داد و شمعون با خودش گفت این مرغ مرغ سعادت است که اگر کسی سرش را بخورد پادشاه می شود و اگر دل و جگرش را بخورد شب به شب 1 کیسه اشرفی می آید زیر بالشتش. و رفت توی فکر هر طور که شده این مرغ را باید از چنگ خارکن در بیاورم. اما نیتش را بروز نداد و گفت خیرش را ببینی خیلی مواظب باش. خارکن گفت خدا به شما خیر بدهد و پول را از شمعون گرفت و رفت. در این حین خارکن که پول و پله زیادی گیرش آمده بود هوای سفر به سرش زد، مرغ را به زنش سپرد و راه افتاد. شمعون که منتظر فرصت بود این پیش آمد را به فال نیک گرفت و رفت سراغ پیرزنی که از حیله‌گری شیطان را درس میداد. گفت ای پیرزن
اگر من را به وصال زن خارکن برسانی 1000 اشرفی به تو پاداش میدهم. پیرزن گفت اشرفیات را آماده کن و بگذار دم دست. و بلند شد، چادرش را به سر کرد و رفت در خانه خارکن را زد. زن خارکن در را باز کرد و از پیرزن پرسید مادر با کی کار داری؟ پیرزن جواب داد دختر جان الهی قربانت برم، داشتم از اینجا رد می شدم، تشنه‌ام شد، گفتم بیایم و لیوانی آبی از شما بگیرم و بخورم. زن خارکن گفت چه عیبی دارد، بفرمایید تو. پیرزن رفت تو و زن خارکن از چاه آب کشید، ریخت توی کاسه و به پیرزن داد. پیرزن آب را خورد و با چرب زبانی سر صحبت را باز کرد و از زن پرسید تو زن کی هستی؟ زن جواب داد زن فلان خارکن هستم. پیرزن با دست زد روی لبش و گفت واه واه، خدا نصیب گرگ بیابان نکند. حیف نیست تو با این بر و رو، این قد و بالا، با این همه زیبایی زن یک خارکن باشی؟ خوشگل نیستی که هستی، مقبول نیستی که هستی، ماشاءالله از قشنگی مثل ماه شب 14 میمانی. تو باید شوهری داشته باشی لنگه خودت، جوان، با اسم و رسم، خوشگل و همه چیز دار. این خارکن را میخواهی چه کنی؟ راست راستی که این قدیمی ها درست گفتند که انگور شیرین نصیب شغال میشود. زن خارکن گفت چه کنم مادر، قسمت ما هم این بود. پیرزن گفت این حرفا را نزن دختر، جلوی ضرر را از هر جا که بگیری منفعت است، ولش کن تا برود به جهنم، خودم برایت شوهری پیدا میکنم جفت خودت. خلاصه آنقدر به گوش زن افسون خواند که او را از راه به در کرد. وقتی دل زن خارکن نرم شد، پیرزن حرف را کشان به شمعون و بنا کرد از او تعریف کردن. آخر سر گفت راستش را بخواهی شمعون برای تو غش و زف می کند و برای رسیدن به وصال تو تا پای جان ایستاده. بعد از گفتگوی زیاد قرار شد زن خارکن فردا شب شمعون را دعوت کند به شام و مرغ تخم طلا را برایش سر ببرد و بریان کند. عصر فردا زن خارکن مرغ را کشت، خوب بریانش کرد و گذاشتش زیر سبد که برای شام حاضر باشد. بعد رفت و مشغول جمع و جور کردن اتاقش شد. در این موقع سعد و سعید که از مکتب آمدند و رفتند سبد را برداشتند و چشمشان به مرغ بریان افتاد. خواستند شروع کنند به خوردن، اما ترسیدند زن بابایشان کتکشان بزنند. این بود که یکی از آنها سر مرغ را خورد و دیگری دل و جگرش را خورد، چون فکر می کردند وقتی یک مرغ درشت و درسته هست کسی به فکر سر و دل و جگرش نمی افتد. همین که هوا تاریک شد شمعون شاد و شنگول آمد. بعد از سلام و احوال پرسی گفت اول مرغ را بیار تا بخوریم که خیلی گشنه‌ام. زن سفره انداخت و رفت مرغ را گذاشت توی دوری آورد برای شمعون و گفت بسم الله بفرمایید نوش جان. شمعون به هوای سر و دل و جگر مرغ دست برد جلو، اما دید ای داد و بیداد، نه از سر مرغ خبری هست و نه از دل و جگرش. گفت مگر این مرغ سر و دل و جگر نداشت؟ زن گفت چرا؟ شمعون پرسید پس کو؟ با شد رفت توی حیاط. از سعد و سعید پرسید سر و دل و جگر مرغ را شما خوردید؟ آنها هم سرشان را انداختند پایین و از ترس چیزی نگفتند. زن 3-4 تا سقلمه زد به آنها و برگشت پیش شمعون. گفت کار همین وروجک های خیر ندیده است. حالا اصل کاریش که دست نخورده سر جایش هست، از سینه و رانش میل بفرمایید. شمعون گفت تو خبر نداری، تمام خاصیت این مرغ توی سر و دل و جگرش است. تو برو بچه ها رو بیار تا شکمشان را پاره کنیم و آنها را در بیاوریم. زن گفت بهتر، اینطوری منم از شر این 2 تا بچه راحت میشم. و از همون جا که نشسته بودن بچه ها را صدا زد. وقتی جوابی نشنید پا شد رفت توی حیاط، این ور و آن ور را سرک کشید و دید خبری از آنها نیست. آخر سر رفت توی دالان و دید در خانه 4 تاق باز است. برگشت پیش شمعون و گفت هر 2 تایشان در رفتند. شمعون هم ناراحت شد، لب به مرغ نزد و پا شد تا برود. زن دست شمعون را گرفت و گفت مرغ به جهنم، من که هستم.
شمعون گفت عجب زن نفهمی هستی، من به هوای سر و دل و جگر مرغ آمده بودم اینجا، آن وقت این را به حساب خودت میگذاری؟ زن گفت ای روباه حقه باز. شمعون هم زد شکم زن را پاره کرد و خواست که فرار کند که همسایه ها سر رسیدند و حقش را کف دستش گذاشتند. حالا بشنوید از سعد و سعید. وقتی شمعون و زن خارکن قرار گذاشتند بچه ها را بکشند و سر و دل و جگر مرغ را از شکم آنها بیرون بیاورند، سعد و سعید حرف آنها را شنیدند و از ترس جانشان از خانه فرار کردند. یک بند رفتند تا کله سحر رسیدند به چشمه‌ای که چند تا درخت اونجا بود. سعد و سعید که دیگر از خستگی نمی توانستند قدم از قدم بردارند همانجا خوابیدند. تازه آفتاب در آمده بود که میان خواب و بیداری شنیدند که 2 تا کفتر بالای درخت نشسته و دارند با هم صحبت می کنند. یکی از کبوترها گفت خواهر جان. اون یکی جواب داد بله خواهر. این 2 برادر که زیر درخت خوابیدند سر و دل و جگر مرغ سعادت را خوردند. آن که سر مرغ را خورده به پادشاهی می رسد و آن که دل و جگرش را خورده هر شب 100 اشرفی می آید زیر سرش. وقتی سعد و سعید از خواب بیدار شدند، سعید دید یک کیسه اشرفی زیر سرش است. خوشحال شد و گفت ای برادر، معلوم می شود که حرف کفترها راست است. بعد پا شدند دستورویشان را شستند و به راه افتادند. رفتند تا رسیدند به سر دوراهی. خوب به دور و برشان که نگاه کردند دیدند روی تخت سنگی نوشته شده ای 2 نفری که به اینجا می رسید بدانید و آگاه باشید که اگر هر 2 نفر به یک راه قدم بگذارید کشته خواهید شد و اگر راهتان را از هم جدا کنید به مقصود خواهید رسید. سعد و سعید وقتی نوشته را خواندند غصه دار شدند. دست انداختند گردن هم و سر روی یکدیگر را بوسیدند و هر کدام به راهی رفتند. سعد بعد از چند شبانه روز رسید به نزدیک شهری و دید غلغله غریبی است. مردم همه سیاه پوشیدند و جمع شدند. از مردی پرسید برادر چرا همه اهل این شهر سیاه پوشیدند؟ مرد نگاهی به سعد کرد و گفت مگر تو اهل این ولایت نیستی؟ سعد جواب داد غریبم و تازه از راه رسیدم. مرد گفت بدان که 4 روز است که پادشاه این شهر مرده و چون تاج و تختش بدون وارث مانده همه جمع شدند اینجا که باز بپرانند و ببینند روی سر چه کسی می نشیند تا او را پادشاه اعلام کنند. بعد لباس عزا را از سرشان بیرون بیاورند و 7 شب و 7 روز جشن بگیرند. در این موقع باز را پراندند و منتظر ماندند که ببینند روی سر چه کسی می نشیند. باز چند مرتبه بالای جمعیت چرخ زد و یک راست آمد پایین و نشست روی سر سعد. مردم بنا کردند به پا کوبیدن و دست زدن و سعد را روی دست بلند کردند و با عزت و احترام بردند به قصر. تاج پادشاهی را به سرش گذاشتند. این را تا اینجا داشته باشید و بشنوید از سرگذشت سعید. سعید هم رفت تا به شهری رسید که قصر زیبایی در وسط آن بود و یک دست جوان رشید و خوش‌سیما دور و بر قصر در خاکستر نشسته بودند. رفت جلو و از یکی از آنها پرسید ای جوان این قصر کیست و شماها چرا به این حال و روز در آمده اید؟ جوان گفت این قصر دلارام دختر پادشاه این دیار است که در 7 اقلیم همتا ندارد و هر که بخواهد روی او را ببیند باید شبی 100 اشرفی بدهد. همه ما برای دیدن او دار و ندارمان را داده ایم و چون دیگر اعتنایی به ما نمی کند ما هم از غم عشق او خاکستر نشین شده ایم. سعید در دلش گفت من که هر شب 100 اشرفی می آید زیر سرم و ترسی ندارم که مثل اینها خاکستر نشین شوم. خوب است بروم تا این دختر را ببینم و اقلاً 1 هفته پیش او بمانم. و پیغام داد میخواهم دلارام را ببینم. غلام‌ها پیغام را رساندند و برگشتند سعید را بردند توی قصر و در اتاقی جای دادند که سقف و دیوارهایش همه از آینه بود و از زیبایی هوش از سر آدم می برد.
طولی نکشید که دلارام آمد پیش سعید و به او خوش آمد گفت و با هم گرم صحبت شدند تا وقت شام رسید. کنیزها سفره انداختند و شام و شراب و شیرینی های جور و جور آوردند. بعد از شام مطربها مشغول شدند به ساز و رقص و آواز تا وقت خواب رسید و دلارام به بهانه‌ای رفت از اتاق بیرون. دلارام 40 کنیز داشت که همه با او مثل سیبی بودند که از وسط نصف کرده باشی. از آن شب به بعد موقع خواب به بهانه‌ای میرفت بیرون و یکی از آنها را جای خودش میفرستاد پیش سعید. سعید 40 شب در خانه دلارام بود و از دیدن او سیر نمیشد و هر روز طوری که هیچ کس متوجه نشود صداشرفی را از زیر سرش بر می داشت و میداد به دلارام. دلارام شک برش داشته بود که سعید این همه اشرفی را از کجا می آورد و آخر سر بو برد که این جوان دل و جگر مرغ سعادت را خورده. این بود که شب 41 شرابهای کهنه را رو کرد و تا آنجا که می توانست به سعید شراب داد و او را سیاه مست کرد، طوری که حال سعید به هم خورد و دل و جگر مرغ سعادت را بالا آورد. دلارام فوری دل و جگر مرغ را شست و خورد و همانجا گرفت خوابید. فردا صبح سعید بیدار شد و دست برد زیر بالشش. بی سر و صدا از جایش بلند شد و طوری که هیچ کس متوجه نشود از قصر دلارام بیرون رفت و سر گذاشت به بیابان. رفت تا به نزدیک شهری رسید و دید 3 جوان با هم دعوا می کنند. جلو رفت و پرسید چه خبر است؟ داد و بیداد می کنید؟ جواب دادند سر تقسیم ارث پدرمان دعوامان شده. گفت شما کی هستید؟ گفتند ما پسران شمعون هستیم. گفت از پدرتان چه خبر؟ گفتند خدا رحمتش کند، حیف شد. حالا سر چی دعوایتان شده؟ گفتند سر قالیچه و انبان و سرمدان حضرت سلیمان. گفت اینها که چندان قابل نیستند که سرشان این همه جار و جنجال و بگو مگو را انداخته اید. گفتند پس خبر نداری؟ این چیزها به دنیای می ارزند. گفت چطور؟ گفتند اگر روی قالیچه حضرت سلیمان بنشینی و بگویی یا حضرت سلیمان من را به فلان جا برسان، قالیچه بلند می شود توی هوا و صاف می برد به جایی که گفته ای. این انبان هم اسم حضرت سلیمان هر جور خوراکی را از او بخواهی در یک چشم به هم زدن حاضر می کند. این سرمه هم خاصیتی دارد که وقتی آن را به چشم بکشی هیچ کس تو را نمی بیند. سعید گفت اگر اینطور است همه اینها باید مال کسی باشد که از همه بزرگتر و زرنگتر است، چون چنین چیزهای با ارزشی حیف است پیش این ور و آن ور پخش شود. پسرها گفتند قربان آن فهم و شعورت که لب مطلب را گفتی. ما از همون اول که پیدا شد با خودمان گفتیم تو را خدا رسانده بین ما صلح و صفا برقرار کنی. سعید گفت حالا من سنگی می اندازم طرف بیابان، هر جا که رفت هر کس آن را زودتر پیش من آورد معلوم می شود که از بقیه زرنگتر است و همه اینها مال او می شود. برادرها گفتند قبول داریم. سعید سنگ سفیدی برداشت، تمام زورش را جمع کرد توی بازویش و سنگ را انداخت. پسرهای شمعون سراسیمه دویدند طرف سنگ. سعید هم انبان و سرمدان را برداشت و نشست روی قالیچه و گفت یا حضرت سلیمان من را برسان به قصر دلارام. قالیچه فلفور رفت هوا و برادرها که برگشتند دیدن جا تر است و از بچه خبری نیست و از غصه لب و لوچهشان آویزان شد. سعید به قصر که رسید قالیچه و انبان را گوشه قایم کرد، سرمه کشید به چشمش و رفت توی اتاق دلارام. دلارام تازه شروع کرده بود به غذا خوردن. سعید نشست روبرویش و شروع کرد به لقمه گرفتن. دلارام یک دفعه دید دوری غذا دارد خالی می شود بی آنکه کسی را ببیند. گاهی هم دستی به سرش می خورد. دلارام ترسید، از غذا دست کشید و گفت ای کسی که توی این اتاقی، جنی، انسی، که هستی؟ تو را قسم می دهم به کسی که می پرستی از پرده بیرون بیایی.
سعید این را که شنید سرمه از چشم پاک کرد و خودش را نشان داد. دلارام تا چشمش افتاد به سعید گفت تو هستی؟ چقدر دلم برایت تنگ شده بود. چرا بی خبر رفتی و من را تنها گذاشتی؟ و بنا کرد به زبان بازی. آنقدر از عشق و علاقش به سعید گفت که سعید گول خورد و حرفایش را باور کرد. سعید هم همه را از سیر تا پیاز برای دلارام تعریف کرد. چند روز بعد دلارام به سعید گفت من از بچگی آرزو داشتم برم سری به کوه قاف بزنم. شکر خدا حالا که وسیله‌اش آماده است خوب است بریم در دل کوه قاف با هم دوری بزنیم و زود برگردیم. سعید گفت چه عیبی دارد، همین حالا پاشو بریم. دلارام و سعید روی قالیچه حضرت سلیمان نشستند و رفتند به کوه قاف و شروع کردند به گردش تا رسیدند به کنار چشمه ای. دلارام گفت حالا که تا اینجا آمده ایم حیف است نریم توی این چشمه و تنمان را با آب آن نشوییم. سعید گفت حالا که تو دلت میخواهد منم حرفی ندارم. دلارام گفت تو اول برو توی چشمه چون من میخواهم بدن تو را در آب ببینم. سعید لخت شد رفت توی چشمه و دلارام سرمدان و انبان را برداشت نشست روی قالیچه و گفت یا حضرت سلیمان من را به قصر خودم برسان. و در یک چشم هم زدن رسید به قصر خودش. سعید تا آمد جنب بخورد دید اثری از دلارام نیست و او مانده و کوه قاف. ناچار از چشمه آمد بیرون، رختهایش را تن کرد و بیان که بداند به کجا میرسد به سمتی راه افتاد تا به کنار دریایی رسید و غصه‌اش بیشتر شد. با خودش گفت دیگر کارم تمام است، نه راه پیش دارم نه راه پس. و از زور غصه و ناامیدی گرفت در سایه خوابید. نه خواب بود و نه بیدار که شنید 2 کفتر در درخت دارند با هم صحبت می کنند. یکیشان گفت خواهر جان. آن یکی جواب داد جان خواهر. این جوان را که خوابیده زیر این درخت را می شناسی؟ آن یکی گفت نه. آن یکی گفت این همان سعید برادر سعد است که فریب دلارام را خورده و هر چه را داشته از دست داده و حالا به روزی افتاده که امید نجات ندارد. اگر از چوب و پوست و برگ این درخت بردارد و با خودش ببرد خیلی کارها میتواند بکند و خودش را از این وضعی که به آن گرفتار شده نجات دهد. آن یکی پرسید چطور؟ دوباره جواب داد هر کس پوست این درخت را بمالد به پایش میتواند از دریا بگذرد. چوبش را به هر که بزند خر می شود، دوباره بزند آدم می شود و برگش دوای چشم کور و گوش کر است. سعید پا شد از برگ و پوست و چوب درخت کند. قدری از پوستش را مالید به پاهایش و از دریا رد شد و به شهری رسید. دید همه اهل شهر دارن با هم پچ پچ می کنند. پرسید چه خبر شده؟ گفتند چند روزی است دختر پادشاه این شهر کر شده و شب و روز گریه میکنه، کم مانده از غصه دقمرگ بشه. پادشاه هم چون همین یک بچه را دارد طوری غصه دار شده که حال و روزش را نمیفهمد. سعید گفت چرا حکیم برایش نمی آورند؟ سعید یک راست رفت پیش پادشاه و گفت من آمدم دخترت را معالجه کنم. پادشاه تعجب کرد و گفت اگر معالجهش کنی او را به عقد تو در می آورم. سعید به بالین دختر رفت، برگ درخت را به گوشش مالید و دختر خوب شد. پادشاه دستور داد شهر را آیین ببندند و 7 شبانه روز جشن گرفت و دست دخترش را در دست سعید گذاشت. چند روز که از این ماجرا گذشت سعید از پادشاه اجازه خواست برود سر وقت دلارام و دق دلش را سر او خالی کند. پادشاه اجازه داد و سعید به راه افتاد. رفت تا به شهر دلارام رسید و راه قصر او را پیش گرفت. دربان آمد جلوش را بگیرد که سعید با چوب زد به او و دربان به خر تبدیل شد. سعید پله های قصر را گرفت و یک راست رفت به اتاق دلارام. دلارام تا چشمش به سعید افتاد گفت ای بیادب چرا بی اجازه به اتاق من آمده ای؟ سعید گفت آمدم جل رویت بگذارم و سوارت شوم. دلارام گفت ای بی سر و پا ادبت کجا رفته؟ و صدا زد بیایید این دیوانه را از اتاق بیرون بندازید. کنیزها ریختند توی اتاق که سعید را بگیرند. سعید هم به دلارام
و آنها یکی یکی چوب زد و همه به خر تبدیل شدند و بنا کردند به عرعر کردن. خلاصه هر کس که آمد ببیند چه خبر است یک چوب خورد و خر شد، طوری که دیگر کسی جرأت نکرد قدم بگذارد جلو. سعید روی همه خرها جل گذاشت و سنگ بارشان کرد و چارپاداری را واداشت آنها را شب و روز در کوچه های شهر راه ببرد تا از خستگی به جان آمدند. آخر سر دلارام راضی شد سرمدان، انبان و قالیچه حضرت سلیمان را پس بدهد و دوباره به صورت آدم درآید. کار به اینجا که رسید، سعید با این شرط که دلارام دل و جگر مرغ سعادت را پس بدهد قبول کرد. بعد یکی یک چوب زد و همه از خر به حالت اولشان برگشتند. دلارام همین که آدم شد سعید را دعوت کرد به قصرش. بعد آنقدر شراب خورد که قی کرد و دل و جگر مرغ سعادت را بالا آورد. سعید هم آنها را شست و خورد و نشست روی قالیچه حضرت سلیمان و برگشت پیش زنش. چند روز بعد سعید به فکر افتاد برود سری به پدرش بزند، از حال و روز او جویا شود. این بود که نشست روی قالیچه و گفت ای قالیچه حضرت سلیمان، من را به خانه خودمان برسان. سعید به خانهشان که رسید دید پدرش از غم روزگار و غصه دوری از اولادش کور شده. سعید با برگ درخت چشمای پدرش را بینا کرد و با او برگشت پیش زنش و ستایی رفتند سراغ سعد. سعد تا برادر و کسوکار تازه‌اش را دید از تخت پادشاهی پایین آمد، آنها را در آغوش گرفت و از خوشحالی به گریه افتاد و تا 40 روز آنها را پیش خودش نگه داشت و در تمام این مدت در کنار هم خوش بودند و از روزگار گذشته حرف می زدند. قصه ما با پایان خوش به سر رسید. امیدوارم شما هم بعد از هر گرفتاری به مراد دلتون برسید و خوش و سلامت باشید.